پیش از سر کردن ویدیو کانال یک خواهر اسلامی مان را که با نام طعم‌های بالذت کانال بی‌حد نغز. از این کانال میتونید شیرینی، تارت، کلچه قند، همه نمود پخت و پز را آموزید. خواهر اسلامی مان برای ما زنها کانال تشکیل کردن، خواستن از نازکی پزندگی برای زنها یگانچه آموزند. به نزدیکی ماه مبارک رمضان است، حتما درآمده آبونه شوید. از این کانال همه نمود خورش و تارت و سالاد های گوناگون را می آموزید. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نوع پیچینی رکوشکا تیار میکنیم. بی‌حد با لذت است. خمیراش ریزانک میبیاد. محصولات لازمه برای ما 180 گرم مسله ما خنک باشد. معلقه کوادراتیک ریزه گرم میتونید اتیارکا گذارانید. یک قاشق کرخمال شرط نیانداختم. 350 گرم آرد، یک پاچکه رزرخلی تیل، 2 دانه زردی توپ، 4-5 قاشق آب خنک لازم است. میتونید جای آب خنک به شیر، سمیتانه، کیفیر، یogurt استفاده برید. لیکن اگر ویدیوهای من دیده باشید، من بسیارتر آب خنک استفاده میبرم. همین محصولات برای تیار کردنی خمیرش لازم است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بر مسله میگیریم. مسله ما با حتما آرد همراه کردم و ریزانک میکنیم. حرکت کنید، آردش بسیار نکنید. 2 استکان ما حتما آرد با یک قاشق پرنه کمتر رزرخلی تیل همراه میکنیم. برای آنکه رزرخلی تیلش اگر بسیار همراه کنیم پیامش بلند داده، مثلا روغنین بودنی خمیرامایه گم میکند. و من یک قاشق крахмал شرط نه крахмал هم رولی خمیر با پیساچنی کردن، ریزانک کردن اجرا میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. همه محصولات ما ریزانک میکنیم. من نگاه کنید چه ریزانک آمد. ما اکنون من 2 دانه تخم از سفیدش جدا کنیم. سفیدش برای ما نچینکش به درکار. من اکنون آب خنکامای همراه میکنیم. میتونید تا سخت شدنش 4-5-6 قاشق اضافه نه. همیشه شروع خمیر میکنیم. بسم الله. من نگاه کنید خمیره چه زردی روغنی شروع اومد. ما اینو که به زبالچه ها تقسیم میکنیم. بسم الله. چخیل خواهید کلانتر، مایده‌تر خواهید مایده‌تر تقسیم میکنیم. من برای خیلی خوشرو آمدن من همیشه 30 گرمی میکنم. اینطور همیشه خیلی کنم برای خوشرو میبود. میتونید خیلی من تقسیم کنیدم میشه. اینطور من 20 دانه زبالچه شد. ما زبالچه های مدتی 20 دقیقه خالدینلیک میمونیم. مرزیلنیک یا خالدینلیک. برای چی خالدینلیک میمونیم؟ خمیرش باز هم ریزانه. من با نچینکای پیچنیمو چی لازم 2 دانه همون سفیده تخم مرغ، 100 گرم 150 گرم شکر. من 4 مغز مویز گرفتم. میتونید 4 مغز خودش یا که مویز خودش استفاده برید. ما سفیده تخم شکر که لب میزنیم. خمیرامون ده شکرش نیه. همین سبب که نچینکم کنیم داخلش به شیرینیش بلند نشود. انا می محصولات نچینکش به لازم. من سفیده گرفتم تا کمتر سفید شدنش به شکر لب میزنیم. من شکر و سفیدی تخم چه سخت دقیق تیار شد. ما کو 4 مغزو من مویزه همراه کرده. من چینکامه رو میخته میکنیم. من باید اینطور من چینکه تیار شده. کو زواله همایه ما میکشم زوالچه هایه. من زوالچه ما هم دنگریف نگاه کنید چه شده بی خودش معلوم.
ما هر یک زوالچامای تنوگ میکشویم. بسم الله. هر چقدر تنوگ کنید خمیرش نغز میبیاد. اینطور تنوگ میکنیم. تنوگ کردن ما یک قاشق چینکه میمونیم یک طرفش با ما میپوشیم. یا بار دیگه میپوشیم. من چه سخت زیر نمیکنیم، هوای دستمو که زیر میکنیم. من همشه اینطور گشاده میگیریم. من چینکه موندیم طرز پیچانیدنش من آسان محکم میکنیم. من یک تا دیگه اینجا با نظر بگیرید ما چینکه اینه بالا نمیگیریم، تک با نمونه چینکه ما باید چینکامه بالا بگیریم. برای چی؟ برای آنکه چینکامو تخمدار با اینجاش ورمکی خوشرو میکند، خمیرش دو قوته تک با خوشرو میپزد. نگاه کنید ورمکی خوشرو میبیاد روش. نگاه کنید همین نچینکه ها مایم همین خمیره ما با بیسته زبالچا ما با رسو بس شد. من پیچینه‌اش رو گرفتم لیست با مدت 15 دقیقه 200 درجه تفتننده پخته میگیریم. ما سرخ بد نمیکنیم. اگر ما صبح سرخ کنیم پودره خودش به نمیقبد، سخن پودره برای همین سرخ نمیکنیم. ما ببینید پیچینه ما هم پخت. من دو سیتش نچینکش برومد. من همین طور پخت. ما همیشه همین طور سخرنی پودره میکنیم. من چگونه میبینید پیچینه ما هم تیار شد. نگاه کنید نموده چقدر آمد. سخرنی پودره کردیم. برای یخل آمدنی روش من با کمتر سخرنی پودره میپاشیم. به حد عجایبات با وزن مزش. نگاه کنید پیچینه ما چقدر عجایبات آمد. نمودهش به حد خوشرو اشتها آور. ما درونش شکستم بینیم. کنیم من درونش چقدر آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. من پشتاش بسم الله. نگاه کنید خمیرش چقدر ریزانه. نگاه کنید چقدر ریزانه که عجایبات آمدگی. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید دوستان.